افسوس در این دشت و بیابان مردیم، دور از وطن و جدا ز یاران مردیم. مرحمت برادرها، قصه نوبتی به خاطر شما. واقعیت در وین چست навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дар инҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногунам меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалин тон 6500 рубл бонус медиҳанд. افسوس در این دشت و بیابان مردیم، دور از وطن و جدا ز یاران مردیم. مرحمت برادرها، قصه نوبتی به خاطر شما. واقعیت در وین چست یک کماندیر چست بوده، جای کماندیروف میره ای همون زنش کمتر نیووین بوده. گفته ما برام سر اونای زنه که خدازده در این چست بین این سالداتا ده ممکن مره ازبینیت کنه یا ستناک و هوی مکنه لزواشه همون دوری زنک دم یا تاییس دوری زنک دم میسخه. گفته یگان کار کنه میفهمم. چست ده 100 تا سالدات خدمت میکنه. کماندیر میره یا هفته دو هفته گم میشه میبیاید برای پراور که همون 100 تا سالدات هم قطار میکنه. کلی همه بروکار رو پایان کنه، بروکار رو پایان میکنه 99 تاش چولاشون بریدگی های همه یارو گفته زده برده گوبخت کنه. یک سالدات همونجا سرش پس رسیدگی چولش نرمال نی آمده گفته ملادس سالدات ملادس تو با قدر بدی تو قدری مرا دانستی همه کار رو نکردی. سالدات چی مگه؟ سوزو سویت کم سایوز بود. سلام علیکم به تمام برادرای شهر محمد یوان، به همتون پیش از همه خانه آباد خنده در لب تمنا میسازم و یک قصه پچگنه کم باشه آرزو میکنم بگذار این سخنهای ما در لب شما خنده بیاره. خنده دارو بس آدم را تبابت میکند. مرحمت برادران، دو تا جوره بدین خیر رفت و آمد شون ساز، یک تاش ایوان یک تاش دوشنبه زندگی تنج. خیر یوانی دوشنبه مهمان میره و چند وقتا میره یوانی خونی دوشنبگی مهمونی. دوشنبگی خدا در صندوق دلش نمیندازه که یه بار سنی یوان سفر بگیره. یارو سعدیلای دوشنبگی میشین اویلو مکنه گفته برات همین براتن پاستیانی مرا خبرگیری میده بیمم یه لحظه برم آخه همیم رفیقه همیم خونه داره دسترخوان داره این نامردی میشه. میگیری یکون مایچایده یک حد یوان خانه اندری میدورد میشینن خیلی خورد و خوراک صحبت ها گیر میگردن شو میشه. مهمان دوشنبگی را اکی سعدیلا رو میگیره مهمان خان بخواه میگیره یه بچی نبی مایده چه داشته سیدی یک میخونه دو میخونه خیلی مهمان زیغ نشو گفته این گوده کم میبره پیش مهمان دخواه میکنه. میگه همه جا خیلی استراحت کنین سعدیلا جان یکان کمبودی باشه یکان خدمت باشه های ما این همیجا میره دگری خواه سعدیلا رو شو میزه کش میگیره نمیدانه کجا برو و حولی گور واره تاری با یاوانده 13 روزه یه بار سوید میتین کن میخزه ایجاش پیشاوش میگیره بیچاره نمیدانه چیکار کنه. همون گوده که میره ای جاگش همیت میبرداره میاره جاگی خودش ده میمونه در جاگی گودک میمیزه میگه هرچی نکی باشم شرمنده میشیدم هرچی آسته میای عبرت گوده که ای جاگی خودش بگیره میگه عبرت جام ببرم نگاه میکنه گودک ریده. سلام علیکم، صبح صادق بر ما و شما مبارک بگردد. خداوند رحمانی در این ماه بزرگ در پناه رحمتش نگهبان شود. الله اکبر. شمالک میوزد کو یک طبیبم کو مادر خواهر و خویش قریبم. شمالک میوزد کو یک طبیبم کو مادر خواهر و خویش قریبم.
مرگی من ناله بسازد کی از دیدار دوستان به نصیبم بر روی مرگی من ناله بسازد کی از دیدار دوستان به نصیبم شمالک میوزد دلگیر دلگیر مسافر مانده‌ام ای وای تقدیر مسافریش مرا دلگیر کرده فلک در گردن من زنجیر کرده می شود روزی که ما را مرگ مهمان می شود خانه ای آباد ما روز که ویران می شود می شود روزی که ما را مرگ مهمان می شود خانه ای آباد من آن روز که ویران می شود گر بگیرد جانی ما روز که با امر خدا زان که تن گوید کفن در خاک یکسان می شود زان که تن گوید کفن در خاک یکسان می شود در جوانی طاعتی مستانه کردم وای وای یادی علی خول گورستانه کردم وای وای یادی علی خوم گورستان که مشکل می نمود مشکلی خود را چرا آسان کردم وای وای مشکلی خود را چرا آسان کردم وای وای می شود روزی که ما را مرگ مهمان می شود خانه ای آباد ما روز که ویران می شود گر بگیرد جان ما روز که با امر خدا زان که تن گوید کفن در خاک یکسان می شود زان که تن گوید کفن در خاک یکسان می شود یک جهان تشکر آن خداوند که در دل کفر و ایمان آفرید در شب تاریک بینگر ماه تابان آفرید انشاءالله رحمانی دو دست بر دعا جانب او خداوند که ما را بنده هست کرده است سیر و اسرار این دنیا و آخرت جز ذات پاکی او کسی نمیداند پاک و پروردگارا از درگه رحمتت مدد می طلبیم تمام امتهای رسول اکرم صلی الله علیه آله و سلم در پناه رحمت نگهبان شو الله اکبر سلامت باشد برادرای عزیز سلام علیکم رحمت الله و برکاته با بسم الله اله تیز کن نش زبانم را با بسم الله اله تیز کن نش زبانم را با رحمان و رحیم نصرت کریم گردان دهانم را سخن را سر کنم از مغز جانم برای دوستانی مهربانم یک بار دیگه از فرصت مناسب استفاده برده تمام پدر و مادر یار و برادر مردم مسلمان در این ماه بزرگ شریف رمضان تبریک و تهنیت میگویم بگذار از خداوند از صفات خداوند رحمانی و حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با نصیب و روزی بگرداند بسازم جان خود را من فدایت یا رسول الله بسازم جان خود را من فدایت یا رسول الله
بیفتد سوی مسکینان گذارد یا رسول الله. به سوی آسمان رفتی شب مهراج در خوابت، بیاور جبرئیل آندم براقت یا رسول الله. به هر کس بنگری سویش ندا گردد گناه او، درون جنت الله در آید او رسول الله. شفاعت در روز محشر نماید جمله آمد را، در آن دم هیچ نگوید آن خدایت یا رسول الله. خداوندا نگه دارد جمالت یا رسول الله. اللهم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمدین و علی کل اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. خداوند رحمانی در پناه رحمتش ما و شما را نگهبان باشد. هموطنان عزیز